پاهاتون رو گرم نگه دارید دختر خانوما و خانم زیبا. این مطلب رو سیف کن و حتما برای خانوم‌های اطرافت بفرست. پاهاتون رو گرم نگه دارید. پا قلب دوم هستش. اگر پا سرد باشه باعث کاهش عفونی به رحم میشه، باعث به وجود اومدن PCOS ها، کیست ها، تنبلی تخمدان، لخته های خون و مشکلاتی مثل نازایی ناباروری میشه. پاهاتون رو گرم نگه دارید تا تجمع سموم در بدن اتفاق نیفته. برای اینی که میگن پا قلب دومه، برای اینی که میگن که از ضمادها و خمیرهایی استفاده کنید برای کف پا که سمزدایی کنه پاتون رو. حتما این مطلب رو سیف کن و بفرست براش. پاهاتون رو گرم نگه دارید تا مشکلاتی مثل نبره، سیاتیک، آرتروز اینا براتون اتفاق نیفته. پاهاتون رو گرم نگه دارید تا مشکلات MS و روماتیسم براتون اتفاق نیفته. پاهاتون رو گرم نگه دارید تا تو سین بالا مشکلات استخوانی براتون به وجود نیاد. پاهاتون رو گرم نگه دارید برای سلامت عمومی بدنتون. بچید از ضمادها استفاده کنید. حتما از جوراب